سلام، شما را به یک ویدیو دیگری از کانال فانوس مدیا خوش آمد میگویم. از زمان شروع جنگ اوکراین و روسیه، افرادی از کشورهای مختلف به حمایت یک از طرفین جنگ دعوت شده تا به نفع آنها بجنگد. در میان آنها نظامیان چچن به فرماندهی رمضان قادیروف، یکی از قوی‌ترین حامیان نیروی روسیه است. لشکر مسلمان چچن با اینکه تا 20 سال قبل یکی از سرسخت‌ترین دشمنان روسیه بود، امروز در کنار آنها برای منافع پوتین میجنگد. در این ویدیو ارتباط روسیه با چچن را برایتان توضیح میدهم و همچنین توضیح خواهم داد که ولادیمیر پوتین چگونه از چچنی‌ها برای به قدرت آمدن استفاده کرد. پس در ادامه ویدیو با من باشید. زمانی که اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید و به 15 کشور یا 15 جماهیر جداگانه تبدیل شد، چچن ناحیه‌ای بود که با روسیه یک جا ماند. در آنجا یک رفراندوم یا همه‌پرسی برگزار شد و تصمیمشان بر این شد که با روسیه یک جا بماند. لازم است درباره مردم چچن کمی آگاهی داشته باشیم. مردم چچن به زیبایی و دلاوری یا شجاعت معروف است. اگر داستان‌های تخیلی قدیمی را به یاد داشته باشین که از دیو و پری قصه میکرد و معمولا جای آنها را به منطقه به اسم کوه قاف نسبت میداد، گفته میشه چچن همان کوه قاف افسانه دیو و پری است. به همین لحاظ است که مردمان این سرزمین به زیبایی و شجاعت معروف است. تقریباً 98% مردم چچن را مسلمانان تشکیل می‌دهد و عده کمی از آنها روس‌تبار است. اولین جنگ چچن با روسیه در 6 سپتامبر 1991 کنگره ملی چچن توسط فرمانده سابق شوروی جوهر دوداوف تأسیس شد. این کنگره مردم را برای مبارزه با حزب کمونیست و گرفتن استقلالیت از روسیه تشویق می‌کرد که باعث شورش مردم چچن شد و آنها نماینده‌های روسی را از کشورشان بیرون کرد. و بعد جوهر دوداوف در انتخابات چچن پیروز و به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. جوهر دوداوف استقلال چچن را از روسیه اعلام کرد. اعلام استقلالیت چچن از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته نشد و این واضح است که روسیه هم این استقلالیت را به رسمیت نشناخت و در مقابل چچن اعلام جنگ کرد. در آن زمان بوریس الستون رئیس جمهور روسیه بود. او با تمام قوای نظامی، توپ، تانک و سلاح‌های ثقیله بالای چچن حمله کرد. چچنی‌ها دفاع از سرزمینش را جهاد اعلام کرد و جوانان چچن در مقابل نیروی روسی که بسیار قدرتمندتر و بیشتر از آنها بود با شجاعت ایستادگی کرد. این جنگ 8 ماه طول کشید. در نهایت روسیه شکست خورد. این شکست برای کشور روسیه که تا چند سال قبل دومین قدرت نظامی جهان بود نهایت شرمساری را به همراه داشت. در آن زمان ولادیمیر پوتین، فردی که می‌خواست اقتدار جماهیر شوروی را زنده کند، کارمندی وزارت خارجه روسیه بود. یک شخص تقریبا عادی بود، هیچ قدرتی نداشت، اما از این رنج می‌برد که کشورش چگونه به ذلت افتاده. بوریس الستون رئیس جمهور آن وقت روسیه یک شخص ضعیف، خوشگذران و بی‌مسئولیت بود. مردم روسیه او را مسئول ضعیف شدن قدرت نظامی و اقتصادی روسیه می‌دانست، چون آن زمان وضع اقتصادی روسیه هم شرایط خوبی نداشت. چیزی را که همه مردم روسیه می‌خواست این بود که یک رهبری را پیدا کند تا بتواند اقتدار روسیه را برگرداند. چند سال به همین گونه گذشت تا اینکه در سال 1998 ولادیمیر پوتین رئیس سازمان امنیت فدرال روسیه یا FSB شد. در دوران ریاست FSB او توانست خود را به بوریس الستون رئیس جمهور روسیه نزدیک کند و اعتماد او را جلب کرد. بوریس الستون پوتین را به عنوان سومین صدراعظم خود انتخاب کرد. در قانون روسیه تمام قدرت در دست رئیس جمهور است و صدراعظم قدرت چندانی ندارد و شخص شناخته شده هم نیست. به همین خاطر در حال حاضر هم از پوتین حرف میزند. صدراعظم روسیه را کسی نمیشناسد. شاید تعداد کمی از ما بدانید که میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه است. جنگ دوم چچن و روسیه و نقش پوتین در این جنگ. در جنگ دوم چچن و روسیه، چچنی‌ها به داغستان، منطقه دیگر روسیه که اکثرا مسلمان بود، حمله کرد. چون مردمان این منطقه مسلمان بود، چچنی‌ها آن را جزئی از خودشان میدانست. در این جنگ ولادیمیر پوتین فرصت پیدا کرد تا خودنمایی کند و یک بازی جدید را به راه انداخت. در آن زمان چندین انفجار بزرگ در شهر مسکو، پایتخت روسیه، رخ داد. نوع انفجار طوری بود که یک ساختمان بزرگ را کاملا از بین می‌برد و به خاک یکسان می‌کرد. بعد از این انفجارات ولادیمیر پوتین بر رسانه‌ها ظاهر شد و مجاهدین چچن را به انفجارات شهر مسکو متهم کرد. پوتین در رسانه‌ها شعارهای وطن‌دوستی می‌داد و از اقتدار و انتقام روسیه حرف می‌زد و مردم روسیه را برای جنگ در مقابل چچنی‌ها می‌شوراند.
این گونه او انگیزه نظامی روسیه را برای جنگ بالا می برد. در کنار آن خودش را مطرح می کرد و برای انتخابات سال آینده آماده می شد. نیروی روسی که رهبری آنها را ولادیمیر پوتین در دست داشت برای انتقام خون مردم روسیه به چچن حمله کرد. آنها بدون هیچ گونه رحم و شفقت به نظامی و غیر نظامی چچن فرق قائل نشد، همه را می‌کشت. شهر گروزینی پایتخت چچن به حدی ویران شد که شهرهای روسیه بعد از 10 سال جنگ داخلی تا این حد ویران نشده. روسیه با بمبار کردن این شهر آن را به ویرانه‌ترین شهر جهان تبدیل کرد. هزاران نظامی و غیر نظامی چچن را قتل عام و در گروه‌های دسته‌جمعی زیر خاک کرد و بالاخره چچنی‌ها شکست خورد. رهبران مقاومت چچن از کشور فرار کرد. ولادیمیر پوتین احمد قادیروف را که از یک خانواده بزرگ چچنی بود به عنوان حاکم دست نشانده‌اش برای چچن انتخاب کرد و حالا پسر او رمضان قادیروف است که برای حمایت از پوتین در جنگ اوکراین می‌جنگد. دوستان عزیز، بعد از پیروز شدن روسیه در این جنگ، پوتین در بین مردم روسیه محبوبیت پیدا کرد و در انتخابات 2000 با اکثریت آرا برنده انتخابات شد. این گونه بود که ولادیمیر پوتین بازپسگیری مناطق تحت کنترل اتحاد جماهیر شوروی را به یک روش یا یک راهکار برای به قدرت ماندن تبدیل کرد و مطمئن شد که از این طریق میتواند عمر حکومتش را بیشتر کند. به همین خاطر است که 20 سال است که او در قدرت است. اولین اقدام پوتین برای کسب قدرت حمله به چچن بود که آن را به خاک روسیه اضافه کرد. دومین اقدامش حمله به گرجستان بود که در سال 2008 به گرجستان حمله کرد و 2 بخش کوچک آن را به خاک روسیه اضافه کرد. سومین اقدامش در سال 2014 بود که به کرایمیا حمله کرد و آن را به خاک روسیه اضافه کرد و حالا به اوکراین حمله کرده. این بزرگترین حمله روسیه تحت رهبری پوتین است. معلوم نیست که آخر این جنگ به سرنوشت او را به کجا برساند. یک چیزی که لازم است برایتان گفته شود این است که انفجارات شهر مسکو اصلا کار مجاهدین چچن نبود، بلکه پوتین با کمک بازمانده‌های سازمان KGB سابق این حملات را انجام میداد. این موضوع زمان فاش شد که 3 نفر به خاطر مینگذاری در یک ساختمان بزرگ توسط پلیس دستگیر شد. مواد انفجاری را که آنها در دست داشت از نوع موادی بود که در انفجارات قبلی هم استفاده شده بود. پلیس این موضوع را رسانه‌ای کرد و بعد معلوم شد که آنها کارمندان سازمان استخباراتی روسیه یا FSB بوده. ولادیمیر پوتین به بهانه این که آنها تمرین می‌کرد که چگونه بمب‌ها را خنثی کند آنها را آزاد کرد. اما یک شک به وجود آمد که ممکن است این کار خودی پوتین بوده باشد. دومین بار راز پوتین زمان فاش شد که یک کارمند سابق FSB کتابی نوشت به اسم بلوینگ اپ راشیا. در این کتاب با جزئیات کامل در مورد بمبگذاری‌های مسکو توضیح داده بود و گفته بود که چگونه پوتین از این انفجارات به نفع خودش استفاده کرد. دوستان عزیز، اگر ویدیو مورد پسند شما قرار گرفت ویدیو را لایک کنید و برای دیدن ویدیوی بیشتر از کانال ما کانال را سابسکرایب کنید. از این که تا این دم با من بودین تشکر.